از بازار برگشتم، میخوام که شروع بکنم به درست کردن یه دونه غذای ترکی که میره تو فر. سبزیجات و گوشت با همه، بهش میگیم سینی سبزیجات. اینجا کدوامونو خورد میکنیم و حلقه حلقه میریزیم توی ظرف. بعد سیب زمینیامونم پوست میکنیم. من همیشه با پوست کنم که گوشتش خیلی کنده نشه. سیب زمینی ها رو خورد میکنیم. اندازه‌اش دلخواهه، هر چقدر که دوست دارین میتونین اونقدی خوردش بکنین. من همیشه ترجیحاً برای توی فر سیب زمینی این اندازه است. بعد 2 تا پیاز قرمزم خورد میکنیم حلقه حلقه. اینا رو هم جدا میذاریمشون توی یه ظرف. بعدش میریم سراغ گوجه فرنگیامون. من عاشق گوجه فرنگی ام، تو هر غذایی باشه به نظرم عطر غذا رو متفاوت میکنه. بعد بادمجونامونم پوست میکنیم. اینا رو میخوام حلقه حلقه کنم، جدا بذارمشون توی ظرفی. خلاصه که درست کردن غذا با سبزیجات یه لذت دیگه ای داره واقعا. اینم از بادمجونا. حالا ظرفمون رو که میخوایم بذاریم تو فر، موادمون رو همه رو میریزیم توش. من اینطوری لایه لایه میریزم. بعد گوشت گوسفندم خورد کردم ریز ریز، اونم میذارم کنارش. بعد معمولا من به خاطر اینکه خیلی بوی گوشت رو دوست ندارم، پیازو میذارم روی گوشتا. بعد درست کردن سسشم که میام یه قاشق رب گوجه فرنگی رو با نمک، با یه ذره پول بیبر، با آب جوشیده شده یه ولر ترکیب میکنیم. وقتی که قشنگ رب توش حل شد، میدیمش روی موادمون و میبریم میذاریمش توی فر روی درجه 180. یک ساعت و ربع براش کافیه. آخ که چه غذای خوشمزه ای شد.